یو واتساپ گایز، چطورین بچه‌ها؟ من امروز هستم. خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امشب اومدیم راجع به انیمیشن مردان کبوتی در میان کبوتی صحبت کنیم که یه جوری اومدیم یه نقد خودمونی و گپ دوستانی رو با هم داشته باشیم. یه معذرت خواهی هم بابت موها میکنم، من عموم بودم، حالا موها حالت داشتیم نمادشی هر کاری کردم درست نشد. بگذاریم. انیمیشن مردان کبوتی در میان دنیای کبوتی میتونم بگم یه دنباله قشنگ ماه‌ناز خیلی خوب بود و اگه جا شروع میکنم دیگه. اول انیمیشن که اصلا یه جورایی اگه مثلا با کیف پردازش گفتم واسه اولی ما بشین ببینیم که بعد بولوریش آمده، با اگه تا الان ندیدی بری با بولوری ببینید. از چند تا سایت میتونید دانلود کنید، از رایگان هم میتونید. آره اولشون که سورپرایز میشید. چرا؟ چون که اصلا اونطور که فکر میکردی شروع نمیشه، بلکه با شخصیت گوین شروع میشه. این نشون میده که چطور پیتر رو از دست داده و داره راجع به موقعیت گوین توضیح میده. یعنی میشه گفت این فیلم راجع به گوین، پیتر و خیلی شخصیت دیگه به عمقشون یه جورایی میشه گفت میپردازه. و میشه گفت بعدش میاد مایلز رو نشون میده که این هم یه مشوره اسپویل داریم توی این ویدیو. مشوره اسپویل ممکن اسپویل کنم، همین الان اسپویل کردم، بازم اسپویل میکنم 100%. آره این هم میگم که مایلز مثلا نشون میده که مردن کبوتی آره در چه وضعی مدرسه اینا. مردن کبوتی در مردن کبوتی 2 ساعت و 20 دقیقه است که میشه که اون 2 ساعت و 20 دقیقه یه جورایی یه وایب خیلی خاصی بهت میده، یه وایب دارکی داره که اون دارک بودن رو تو یه جورایی روشن و زیبا میبینیش. این نظر منه که رکورد اندگیم هم شکست دیگه. بیشتر رکورد کراس اوور در تو اندگیم 100 تا شخصیت بودن اشاره کنم هر چیزی، این 600 تا در واقع من تو این داستان کراس اوور رکورد اندگیم رو زد. بعد همونطور که گفتم وایب خیلی خاص و دارکی داره که تو اون تاریکی روشنایی میبینی و میشه گفت ما اون وایب دارکی به خاطر اینکه ما داریم درست با وجه تاریک از شخصیت ها آشنا میشیم و در اصل میشه گفت یه جورایی مردان کبوتی در میان دنیای کبوتی به نظر من مکمل شماره 1شه. یعنی مردان کبوتی مایلز مورالز به نظر من مکمل اونه که داستان میاد دیگه کامل توضیح میده که چی شده آقا مایلز مردان کبوتی شد، مکمل اونه. و واقعا وایب خیلی خاصی داره همونطور که گفتم و ما با وجه تاریک همه شخصیت ها آشنا میشیم، به خصوص گوین، اینکه چطور پیتر رو از دست داد و رابطهش با پدرش و اینکه چجوریه. و به نظرم میدونی این دارک بودن رو ماش نشون داد و یه حس خاصی داشتم بعد اینکه فیلم دیدم. و میدونی چطور بگم، اینجوری نیست که بخوام بشینم خیلی مثلا چطور بگم نقدش کنم. میدونی بیشتر این میمونه که اصلا این مکمل مردان کبوتی مایلز مورالز بود و میشه گفت خودش یک نوع مکمل داره که مردان کبوتی به درون دنیای کبوتی مردان کبوتی یه لحظه 1 minute later. خب آقا ترجمهش بده که مرد عنکبوتی فراتر از دنیای عنکبوتی داشتم گفتم. میشه گفت این مکمل شماره 1 بود و یه جوره خودش یه مکمل دیگه داره که شماره 3 هستش که سال بعد اکرام میشه و ما میبینیم که توی انیمیشن پیتر بچه دار شده. حالا میگم پیتر مثلا پیتر چطور پیتر بچه دار شده و انیمیشن دیده باشید تا بفهمید من چی میگم. پس اینم میگم کسایی که انیمیشن ندیدن نه بخودی پای نقدش بشینن که ببینن آیا خوبه ببینن یا نه، چون هیچی ازش نمیفهمن.
من خیلی دارم خودمونی تو میگه حرف بزنم. این که پیتر بچه داره و عضو گروه اسمش چی بود؟ اسم من گروه ضربت هست که مقصد اسپایدرمن هست و میبینیم که چطور میشه که پیتر میمیره و اصلا دلیلی که مایلز انتقام میشه. اینم گفتم. خلاصه بگم بذارم ویدیو رو تمام کنم دیگه، چون میگم کریستوفر نولان اومد گفتش که اگه اوپنهایمر رو ببینید بعدش دیگه نمیتونید حرف بزنید. یعنی اون شوکی که بهتون وارد بشه که واقعا راست گفت، بعدش نمیتونید حرف بزنید. ولی من این انیمیشن رو که دیدم واقعا بعدش نتونستم حرف بزنم، یعنی یه شوک بودم، مونده بودم. یعنی یه جوریه. یه ویدیو رو تمام کنیم. اینطور بگم که در آخر من کبوتی در میان دنیای کبوتی مکمل شماره یکش بود و میشه گفت یه جورایی شروع کننده شماره بعدیش بود و ما توی انیمیشن تقریبا داستان همیشه متوجه میشیم تو سری یک اینکه چی شده چی نشده، کامل متوجه میشیم داستانو و توی این انیمیشن ما با وجه تاریک و دارک کاراکترها آشنا میشیم و این انیمیشن وایب خیلی خاص و دارکی داره که تو اون دارکی لایت میبینی، روشنایی تو اون تاریکی میبینی و مکمل شماره یکشه. این بود از نقد و بررسی و گپ و خودمونی، یعنی یه ویدیو خودمونی بود دیگه. نقد و بررسی خودمونی و گپ زدنمون بود راجع به انیمیشن من اگه در میان دنیای کبوتی. ببخشید من این ویدیو رو خودمونی بگیرم، حالا ببینیم واسه این بود که میتونم بهتر استفاده بیان کنم. اگه نظرتون چیه بیام نقد رو خودمون بگم، حتما از تو کامنت برام بنویسید که نقد رو چجوری بگیرم. خب اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب به کانال یوتیوب بدون نره. ویدیو رو برسید واسه دوستاتون. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود. پیس.